ما و شما را بعد از شستشو کردن در کفن میپیچانند. جوانای عزیز، کسانی که صدای منو میشنوید، خواهش من از شما این است که در وقتی شستشو کردن بالای نزدیکای خود شرکت کنید. نگذارید مرده های شما را، نگذارید پدر و مادر شما را، برادر شما را شخصی بیگانی بیرحم شوید. خودتان شوید، زیرا که پیغمبر خدا میگویند غسل الموت، خود شما، زیرا که دستمال کردن و مالیدنی به جسد بیجان دل شما را ملایم میکند، به یاد مرگ میآورد. این عیب است که پدری که یک عمر شما را در آغوش تربیت کرد یا مادری که شما را در آغوشش تربیت کرد، در وقت وفات برای وی مردشو از کوچه بیارید. عیب است. برای چی میترسی؟ او همون پدر است، او همون مادر است، او همون برادر است. خودت در آغوشت گیر او رو شو تا که از مرده بگریزی، روز خود هم بالای او تخت خواب میری. بنابر شستن مرده واجب است. امروز چی جایی که فرزندای مسلمان جسد بیجان پدرشان شویند یا در وقت شستن اشتراک کنند، حتی نماز جنازه او که آخرین لحظه نیکی فرزند برای پدر حساب میشد، من بسیاری از فرزندان رو میبینم جنازه پدرشان نمیخوانند، جنازه مادرشان نمیخوانند. رنگی بیگانه ها بارین فقط اظهار مصیبتشان در چی میکنند؟ در یک پوشیدن جامعه سیاه و در سرشان تاقی موندن. همین نه، به این پدر و مادر از تو راضی نمیشود، به این روح او مرحوم از تو راضی نیست. آخرین حقی که تو باید همچون فرزند اجرا کنی، جنازه او رو خوان. ای ناخلاف، جنازه پدرت خوان، جنازه مادرت خوان، جنازه برادرت خوان. این از حقی فرزندی. جنازه پدری تو رو دیگران میخوانند، جسد بیجانت پدری تو رو دیگران میشویند. جوانای عزیز، خدا شما را عمری درخت کن. این سنت اسلام است، این تعلیم پیغمبر بزرگوارست، این سفارش پیغمبر است. باید هر شخص آداب مردشویی رو داند. ای بچه آدم، باید این ندا رو روزه به ما هم کنند. ای ایشان نوردین، گوشهای شنوات کجا شد؟ برای چی کپ شدی؟ چی در نمیفهمی؟ چو گیری اطراف فرزندات نمیفهمی؟ چشم بینایی تو کجا شد؟ چو کور شدی؟ زبان گویان کجا شد؟ چو خاموشی؟ چو خاموشی. این صوتک، آواز برا دستی، از منبرها بلند گم میزدی، چو خاموشی دیگر آواز نمیبرد. این صوتک الشجی ما اسکتک، این ریحک الطیب ما غیرک. خوشبویی میزدی، وقتی که به محفل ها میرفتی از بدنی تو بوی خوش پاش بشد. این بوی خوشت کجا شد؟ چو بدنت بد بوی شد. این سوالا رو ملائکه میکرد. یا ابن آدم، ای بچه آدم، جمعت الدنیا ام الدنیا جمعت کرد؟ تو دنیا رو جمع کردی یا دنیا تو رو جمع کرده بود؟ ترکت الدنیا ام الدنیا ترکت کرد؟ تو دنیا رو پرتافت رفتی یا دنیا تو رو پرتافت؟ استعددت للمنیه او المنیه عاجلت کرد؟ آمادگی برای مرگ دیدی؟ به پیشوازی مرگ خود تیار کردی یا مرگ ناگهان آمده بود دست خالی می روی؟ جلکای زیبا، سلحای زیبا، کستان برکای $1000 و $10,000، اما کفن فراموش کردی. و یاد من نمی بیاد که روز اینها را از بدن ما می برارم. روز لباس ما سیخبتسان تنک است.
خانه کعبه ویران کردتر بدتر حادثه های شده است که وید خاموش میشن چیزی نمیگوین و خانه کعبه که وقت قیامت میشه برای و اختلاف میکنن. در گزیته ها خدا را تنقید میکنن که آوازتان نمیبرد، پیغمبرتان تنقید میکنن آوازتان نمیبرد، پیشوای دین تنقید میکنن که 10 برابر خانه کعبه اینها محترم‌تر آوازتان نمیبرد. برای یک خانه کعبه را کندنش تشویش اختلاف، چی جای اختلاف هستیم میشود این، لیکن این قیامت نزدیک میشود بشن. اگر همین روز هم شود شما که مسلمانای به غیرت نیسته که پشتی گرفت دیدم پر همتون، لیکن در فتنه انداختن با بلا. السلام علیکم ایشان نورالدین جان، من یک مخلص دائمی شما از ناحیه غرب از قشلاق شهری نو هستم. بابا جان خداوند روح قبلگاهی شما را شاد گرداند که شما بر این فرزندان خدمتگار در اسلام به جامعه داد. مخصوص خدمت و سخنان شما بسیار تأثیر بخش است. بابا جان یک خواهش دارم، داملا محمود جان را گوید که با سوز و گداز بلند باشند، بلند و با شست گپ زند مثل شما زیرا که سخنان شما چندین کس را از خواب بیدار کرد. پدری من در همه جمعه های شما می رود، اکنون به مسکو رفت سفر دارد، در حق او دعا کن بابا جان که کارش را برار دهد. خواهر عزیز خداوند شما را و خاندانتان و پدر بزرگوارتان نگه دارد و سفرش مبارک کند، رزقش فراخ کند. پدرم گفت که ایشان نورالدین جان به مثل پیشتره برآمد نمی کند، ایشان محمود جان برآمد دارد. داملا محمود جان می بخشید، خفه نشوید، مثل بابا جان هم گپ زنید. خداوند زبان شما ایشان محمود جان هم براتر گرداند. بابا جان من چند سوال دارم. سوال اولم، وقتی زن کاسمتیک کرده باشد میتواند که نماز خواند؟ وقتی که کاسمتیک بعد از طهارت کرده باشد، طهارت کرده بعد از آن رواش کاسمتیک کرد قاش کشید این وای میتواند نماز خواند. لیکن اگر رفت اول کاسمتیک کرد رواش کریم غفص بسیار شکید و ثانی بعد طهارت کرد، این صورت طهارتش درست نمیشه، زیرا که او کریم غفص است، از بالاش آب هم که شوید اگر او پوست رود نمیرسد، بنابراین همین طهارتش درست نمیشود، نمازش هم درست نمیشود. یا زنهایی که ناخناشان لک میکنن، در حالت لک در ناخناشان بودن اگر طهارت کنن طهارتشان به او درست نمیشود، زیرا ناخن در آب نمیرسد، آب که نرسید طهارتش درست نمیشود، نمازش هم جایز نیست. از این سبب اول طهارت کنن، بعد از آن روحاشان چیزی که میکنن کنن و نماز خوانن باقی نداردین. بابا جان بریدن مو در اسلام درست است یا نه؟ آره درست است، به شرطی که از کیف پایان باشه، اما من از این بیخی گردن بریدنش حرام است. این فتواها ده هم میشه رد المختار دن بارها من در این باب، اما از بالای کیف کوتاه کردن برای شستنش آسان شود گفتن باقی ندارد، زیرا که ازواج مطهرات مادرمان بعد از وفات رسول اکرم که موهای زیبای دراز داشته مثل حضرت ام سلمه مادر من عایشه، اونها کوتاه کردن موهاشون، بنابراین کوتاه کردنش برای آسان شدن در شستشو باقی ندارد، شرطی از بالای کیف باشد. اما مثل روس‌ها میکنن کرات کیچ خیلی میگن یعنی اوش این بسیار کوتاهی بعد از بیخ گردن، این جایز نیست، برای زن مسلمان حرام است، اگر خداوند او را عذاب میتید. بابایشان آیا زنک میتواند که در بین مردان و زنان موعظه کند، آواز بلند کند؟ خوب اگر رفت و خشتباراش باشد میتواند صحبت کند، عالمه باشد، داعیه باشد، لیکن بهترش در بین زنها صحبت کند، مردهای بیگانه صحبت نکند، در این سبب فتنه میشود. شاید شما هم پروا نکرده باشید، تماشابین ها هوس میکنن، چند آرزو میکنن دلاشان کتی. برای همین شما خواهرای عزیز همیشه صحبتاتان در بین محفل زنها کنید،
بسیار ثواب میگیرید اونها را حرام و حلال دین فهمونید. اگرچه قول صحیح آواز زن عورت نیست، علی قاری در شرح مشکات هم میگوید قول معتمد همین است، لیکن این زمان که از فتنه که خالی نیست، به هر حال احتیاطتان بهتر است، خوبتر است. خواهر عزیز، بابای ایشان اگر پوچاق پیسته یا تخم در علاو پرتایی اوبال است، نه هیچ اوبال نیست، فقط همین که علاو میمره. پوچاق پیسته و پیازی که در علاو پرتوفتی باید ترس میمره علاو، برای همین نه پرتای خوبترش. یا جا جمع کنی بردی یا چه قرید پرتایتان، لیکن با که نداره سوختنشم